وقتی درباره رفتار سرد بعد از صمیمیت صحبت می‌کنیم، این یه واکنش عجیب فردی نیست. این رفتار ریشه در طرز کار ذهن در روابط انسانی داره که روانشناسی بالینی و تحقیقات قابل استناد درباره اون حرف زدند. اول باید فهمید که نوع دلبستگی، اتچمنت استایل، چقدر تو رفتار ما با دیگران نقش داره. این نظریه رو جان بولبی بنیان گذاشت و بعدها مری اینزورث توسعه داد. بولبی میگه که سبک ارتباط ما در کودکی با مراقبت کنندگانمون الگوی ذهنی ثابتی میسازه که تا بزرگسالی همراهمون میمونه. این الگوها در بزرگسالان معمولاً به 3 گروه تقسیم میشن: ایمن، مضطرب و اجتنابی. در سبک دلبستگی اجتنابی اوداند، شخص معمولاً با گرمی اولیه وارد رابطه میشه، چون این شبیه یه موقعیت جدید و هیجان انگیزه. مغز این افراد این شروع جدید رو فرصت برای ارتباط میبینه. اما همین که رابطه شروع به جدی شدن میکنه و نیاز به وابستگی واقعی پیش میاد، واکنششون تغییر میکنه. چرا؟ چون مغز اونها 2 بخش متضاد داره. بخش میگوید نزدیکی خوبه. بخش میترسد نزدیکی مساویه با از دست دادن آزادی. تحقیقات لیزا برنت و همکارانش نشون داده که افراد با دلبستگی اجتنابی وقتی رابطه به سطح تعهد یا وابستگی میرسه، از نظر عصبی سیستم ایمنی اجتماعیشون فعال میشه، یعنی مغزشون درد یا خطر رو بیشتر حس میکنه. نتیجه؟ اول گرم، چون هیجان شروع رو دوست دارن. بعد سرد، چون صمیمیت واقعی رو تهدید می‌بینن. وقتی یکی ناگهان عقب میکشه، گفتگو کوتاه میشه، اشتراک گذاری احساسات کم میشه، پاسخ‌ها سطحی میشن. نه به این معنا که اونها دیگه دوستت ندارن، بلکه به این معنا که مغزشون اضطراب نزدیکی رو فعال کرده. تحقیقات فیشر و همکاران در زمینه رابطه‌های بزرگسالان نشون داده که برای افراد با سبک اجتنابی، وابستگی عاطفی طولانی با افزایش سطح هورمون استرس همراهه، نه آرامش. این یعنی مغزی که صمیمیت واقعی رو به عنوان ریسک تفسیر میکنه، تلاش میکنه با فاصله گرفتن خودش رو محافظت کنه. پس رفتار گرم سرد واقعاً یعنی چی؟ به زبون ساده، گرم بودن ابتدا یعنی کنجکاوی و جذب اولیه. سرد شدن بعدی یعنی واکنش دفاعی مغز به نزدیکی. این الگو به هیچ وجه بی‌نظم یا تصادفی نیست. این همون چیزی هست که روانشناسان بهش میگن ناهماهنگی در دلبستگی. Attachment inconsistency. یعنی فرد میخواد رابطه رو، اما ازش میترسه. اشتباه رایج که همه انجام میدن، بسیاری از ما وقتی این رفتار رو میبینیم فکر میکنیم آدم مقابل فقط ما رو بازی میده. اما تحقیقات علمی نشون داده که این رفتار اغلب به الگوی ذهنی داخلی اون فرد برمیگرده، نه به نیت بد یا بازی کردن. وقتی ما شروع به متهم کردن میکنیم، فقط داریم درد روانشناختی اون شخص رو با رفتار خودمون تشدید میکنیم. چطور با این وضعیت منطقی برخورد کنیم؟ 3 نکته ساده ولی علمی. فهمیدن این که این رفتار ریشه در سبک دلبستگی داره. این خودش آرامش میده، چون ربطی به ناامن بودن تو نداره. اطمینان گرفتن از رفتار ثابت‌تر افرادی با سبک‌های دلبستگی ایمن‌تر تمایل دارن رابطه رو با صمیمیت و ثبات حفظ کنن. مرزگذاری احساسی. اگر کسی الگوی ناسازگار تکراری داره، این حق توست که مرز قوی بسازی و نیازهای خودت رو هم در نظر بگیری. نتیجه گیری؟ پس اگر دیدی کسی اول خیلی گرم بود و بعد سرد شد، این یک الگوی رفتاری قابل توضیح روانشناختیه. اغلب به سبک دلبستگی فرد برمیگرده. ربط مستقیم به ارزش تو نداره. میتونی با آگاهی بهتر تصمیم بگیری.